معنای این علامات در قرآن کریم چی است؟ علامت اول علامت میم نیمه است به معنای وقف لازم، یعنی در این قسمت که رسیدین شما باید وقف بکنید و نفس بگیرید. علامت بعدی علامت صاد لام یا است، یعنی وقتی که شما در این قسمت رسیدین باید از آیه را ادامه بدین اما اجازه دارین که وقف هم بکنید. علامت بعدی علامت قاف لام یا است، یعنی در این قسمت شما باید از وقف بکنید اما اجازه دارین که آیه را ادامه هم بدین. علامت بعدی علامت جیم است به معنای وقف جایز، یعنی شما اختیار دارین که در اینجا وقف میکنین یا که آیه را ادامه میدین. علامت بعدی علامت لا است به معنای نخیر، یعنی در این قسمت که رسیدین شما نباید استاد شوین، باید آیه را ادامه بدین. و بالاخره علامت آخر علامت سین است به معنای سکته، یعنی در این قسمت که رسیدین شما باید در آوازتان یک سکتگی به وجود بیاید اما نفس نمیگیرین، آیه را ادامه میدین. به خاطر همچون ویدیوهای معلوماتی چینل یوتیوب من را سابسکرایب کنید.